سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که شما را با مهمترین خبر و تحولات تاجیکستان و جهان در امروز پنجشنبه 31 ایول آشنا میکند. این نشر برنامه با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ آماده شده است. بیایید با موضوعهای اساسی این نشر شناس میشویم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهردین و معاون کاتب دولتی آمریکا کریستوفر لنداو همکاری‌های اقتصادی را بررسی کردند. رئیس ولایت سوخت به خبرنگاران از فعالیت نیم ساله منطقه گزارش داد و اینچنین شرح داد که چرا نامش را تغییر داده است. ما همه باید سوفیکس گران پرداختیم. همه گران پرداختیم. مؤلف تحقیقات اصرار می‌ورزد که در برابر سازمان‌های ملتگرا مقامداران بلندپایه روسیه هم در افزایش احساس بیگانه ستیزی سهم دارند. محض بصری که بود که گفت اگر شهروندان تازه صاحب شناسنامه روسی شدن نخواستند در کمیسریات حربی به قید گرفته شوند، آنها را از شهروندی محروم باید کرد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با کریستوفر لنداو معاون کاتب دولتی آمریکا دیروز شام یک گفتگوی تلفنی داشته است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر خبری مختصر گفت که این صحبت با تشبث جانب آمریکایی صورت گرفت و در دایره آن مناسبت‌های دو جانبه به ویژه همکاری‌های اقتصادی و هم مسائل داغ منطقوی بررسی شده است. هیچ جزئیاتی از این گفتگوها نشر نمی‌شود. این صحبت چند ساعت بعد آن جریان گرفت که مقامات بلندپایه تاجیکستان میزبان هیئت برهبری وزیر کارهای خارجه ایران بودند. جزئیات از همکارم اسکندر خواجه میرزاده. روز 30 ایول سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با کریستوفر لنداو معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک خبری رسمی گفت صحبت با تشبث جانب آمریکایی صورت گرفت و هم صحبتان سطح کنونی مناسبت‌های دو جانبه به ویژه همکاری‌های اقتصادی، مسائل مبرم منطقوی و بسیار جانبه از جمله همکاری‌ها در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. جزئیات دیگری از گفتگوها نشر نشده است. این گفتگوی تلفنی چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سراج الدین مهردین در دوشنبه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو داشتند. سامانه‌های رسمی تاجیکستان گفتند در دیدار عراقچی با رهبریت تاجیکستان همکاری‌های دوجانبه تجارتی و اقتصادی و تحولات بین‌المللی منطقوی بررسی شده است. تاجیکستان ماه ایون حمله‌های اسرائیل و آمریکا به مؤسسه‌های اتمی ایران را محکوم کرده از جمهوری اسلامی قاطعانه پشتیبانی نمود. تاجیکستان گفت شدت گرفتن مناقشه می تواند باعث تبدیل یافتن نیزهای کنونی به جنگ دوامدار با پیامدهای خطرناک برای کل منطقه و جهان تبدیل گردد. ضمناً 2 روز پیش کریستوفر لنداو در واشنگتن با معاون اول نخست وزیر قرقیزستان دانیار امانگلدیف دیدار و گفتگو داشته است. سامانه دپارتمنت دولتی نوشت که معاون کاتب دولتی اظهار امیدواری کرده است که ایالات متحده می تواند با جمهوری قرقیزستان همکاری‌های دو جانبه را به منفعت هر دو طرف توسعه بخشد. توسعه همکاری‌های اقتصادی، تقویت اجرای تحریم‌ها و اجرای مقررات مهاجرت از موضوعهای اولین درجه مورد بررسی دو مقام بوده است. قرقیزستان همسایه نزدیک تاجیکستان است و بعد امضای سازشنامه تاریخی علامتگذاری مرز ماه مارت امسال حالا دو کشور مسئله‌های مثل ساده کردن روابط ساکنان نزد مرزی و ساختن گذرگاه‌های علاوه‌ای را بررسی دارند. با گفته رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت حالا سیمخور پیچ‌کنی از دو جانب در مرز ادامه دارد. ساکنان نزد سرحدی برای بهتر شدن وضع زندگی و دیداربینی پیوندانشان خواستار نزدیکتر شدن گذرگاه‌ها هستند. مقامداران بر این نظرند که این روند به بخطری ساکنان و امنیت منطقه وابسته است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. میگم که مهر در چشم همه کشاده شد. امروز من رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت میگوید بر رغم 4 سال بسته بودن سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در طول 4 ماه اخیر روابط ساکنان نزد مرزی به منطقه‌های همدیگر زیاد شده است. او در نشست خبریش روز 30 ایول بر روزنامه‌نگاران گفت که دیگر بحث و تلاش در مرز باقی نمانده و مردم بیشتر در جستجوی مناسبت بهتر هستند.
پیشتر نیز ساکنان دهه‌های نزدیک سرحدی در صحبت با رادیو آزادی خواهان ساده کردن نظام رفت و آمد و علاوه شدن گذرگاه‌های مرزی شده بودند. این مسئله با صلاحیت کمیسی آیین دمارکاسی دو دولت واگذار شده است و من باوری کامل دارم که اینها هم یک خلاصه دقیق میبرن آیین همین آینده چخیل به استفاده دادن. بنابر نزدیک بودن دهه‌های نزدیک مرزی وابستگی مردم دو جانب از همدیگر زیاد مشاهده می شود. دور بودن راه کنونی حتی به بازار و کار تاجران تأثیری منفی رسانیده است. اکثر ساکنان نزدیک مرزی برای دیدار با دوستان و نزدیکانشان به جای راه 100 متره باید راه 100 کیلومتره را طی کنند. یکی از آنها انوره رحمانو و ساکن قرغیزتبار شهر کانیبادام است. او میگوید فرزند و نبیره‌هایش در ولایت بادکند قرغیزستان زندگی میکنند. راه 20 دقیقه‌ینه را ما 5-6 ساعت طی کرده به نزد پیوندانمان باید رویم. توسط گذرگاه قیرغاج در ناحیه جبور رسولوف میگذریم. من بعد کشودن مرزها نرفتم. شناسنامه خارجی را نو گرفتم. کارمان را شده همراه همکارانم میروم. عین حال از 7 ناحیه نزدیک مرزی ولایت سوخت تنها در شهر اسفره و ناحیه جبور رسولوف گذرگاه مرزی عمل میکند. در حالت گذشتن از راه غیر مقرری شهروندان جریمه میشوند و یا جزای سخت‌تر میگیرند. به گفته شهروندان پیش از بسته بودن مرزها از هر گوشه های نزدیک سرحدی به مانع رو و آ میکردند. حالا مسئولان دولتی میگویند برای بی‌خطری ساکنان چنین حالت پیشگیری گردیده ایستاده است. از دو طرف همین پاریتت نه امروز من معین شده پنجره بندی کرده ایستاده برای امروز در دوره قانونی بین المللی هر یک دولت باید سرحدش رو سیمخورپیش کند برای بی‌خطری برای امنیتی دولت همین حاضر برابر امروز همین کارها رفته ایستاده است. قبلا نعمت الله میرسیدوف کارشناس مسائل مرزی گفته بود که با این وجود راه‌های نزدیک کردن شهروندان نزدیک مرزی دو منطقه را باید سران دولت‌ها چاره‌اندیشی کنند تا دوستی در منطقه رواج یابد. امروز ضرور است که کشورها همین نازکی‌ها را به نظر گیرند. یعنی اگر لازم شود منطقه‌های آزاد اقتصادی یا سازمان دهند تأسیس دهند یا خود گذرگاه‌های علاوگی پیدا شود در نزد محل‌های اهالینشین بزرگ. روزی 13 مارس تاجیکستان و قرغیزستان پس از بحث‌های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان 1000 کیلومتر است و تا ماه مارس بسیاری از قطعه‌ها بحثی به حساب می‌رفتند. بارها در نقطه‌های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرغیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث‌ها خاتمه داده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های نزدیک مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. رهبر ولایت شمالی تاجیکستان در این نشست دیروزه و اصلا از چند مدت پیش اسم خود را با شکل کمی تحریر شده رجب احمدزاده معرفی میکند. همکارم فرزان محمدی در نشست رئیس ولایت از او از جمله پرسید که با چه سبب اسم خود را رسما از رجب بوی به رجب اختصار کرده است. ما همه باید سوفیکس گرام پرداختیم. همه گرام پرداختیم. ما اگر گوییم ماهی همین رجب من به تولد شدگی همین رحمتی بابا همین نام ماندگی ماهی رجب. ادامه برنامه یک گزارش تحقیقاتی خبرنگار تلویزیون نسته شوریم میگوید در روسیه روند بیگانه ستیزی و نژاد پرستی یک باره افزوده حمله ها بر پایه بدبینی ملی نژادی تا رفت بیشتر می شوند. این روند هم در سطح جمعیتی و معیشی و هم در سطح دولتی مشاهده می شود و مقامات روسیه
با سخنرانی‌های خود و قرارهایشان برای بد شدن وضع غیر روس‌ها در جامعه این کشور مساعدت می‌کنند. ما در برنامه اخبار آزادی مؤلف گزارش کارین مرکوری و را برای شرح وضع دعوت کردیم. سوال اولی ما این بود که با مشاهده‌های او آیا وضع بیگانه‌ستیزی در سطح دولتی روسیه تا کدام اندازه بدتر شده است و آیا برای توسعه آن در سطح دولت کی و چگونه نقش دارد؟ پیش از همه باید گویم که در روسیه آمار جداگانه حادثه ها بر اساس نژاد پرستی به خود گرفتن نمی شوند و ما در گزارش خود بر پایه معلومات حامیان حقوق عمل کردیم. درباره افزایش بیگانه بدبینی محققان مرکز ضد تبعیض مموریال و مرکز سوا خبر می دهند. در گزارش آنها گفته می شود که افزایش حادثه های حمله بر اساس بیگانه ستیزی در روسیه سال 2024 به نشان دهنده های سال 2011 نزدیک شده است. بعد سال 2011 این حادثه ها کاهش یافته بودند ولی حالا یک بار زیاد شدند. اگر ما درباره سطح دولتی گپ زنیم باید بگوییم که افکار ضد مهاجران از زبان مقامات بلندپایه صدا می‌دهد. اینها هم رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باسریکین هم رئیس دومای دولتی ویچسلاو ولودین میباشند و باید تاکید کنیم که اینها فقط حرف نمیزنند بلکه عمل میکنند. مثلا محض باسریکین بود که گفت اگر شهروندان تازه صاحب شناسنامه روسی شدن نخواستند در کمیساریات حربی به قید گرفته شوند آنها را از شهروندی محروم باید کرد. یعنی آنها فشار بالای مهاجرانی که تازه صاحب شهروندی روسیه شدند افزایش میدهند. همچنین باید به زبان و شیوه گفتگوی این مقامات توجه کنیم. خودی همین باسریکین وقتای زیاد میگوید مهاجران را قپیدیم. همین ifade خودش بسیار تبعیض‌آمیز است. اینچنین سال 2024 با پلیس صلاحیت بیشتری داده اخراج کردن مهاجران را به قرار دادگاه اجازه دادند. به این هم مرافعه‌های دادگاهی مهاجران با پایمالکنی فراوان حقوق آنها و در فرصت بسیار کوتاه جریان می‌گرفتند. ولی حالا صلاحیت‌های پلیس خیلی بیشتر شده است. باید گفت که فشار نه تنها بالای مهاجران بلکه به اعضای عائله‌های آنها هم صورت می‌گیرد. فرزندان خارجی‌ها را اگر زبان روسی را ندانند اکنون به مکتب قبول نمی‌کنند. اکنون اختیار مکتب‌ها هم برای قبول نکردن فرزندان عائله‌های آسیای مرکزی وسیع‌تر می‌شود. ما دیدیم که تنها 19% کودکان را به امتحان راه داده به دیگرها گفتند که جای نیست یا سندهایشان درست نبود. در پس منظر این همه وضعیت ریدهای ضد مهاجران با خشونت و بیرحمی ادامه دارند. فشار همیشه وجود دارد و این همه بیانگر تبعیض خیلی جدی می باشد. در گزارش با کارین مرکوری و چند مصاحب غیر روسش از منطقه‌های مختلف روسیه درباره تجربه‌های تلخ خود نقل کرده گفتند که در سطح معیشی همه روزه با تحقیر و بیگانه ستیزی روبرو می‌شوند. از او پرسیدیم که حالا در روسیه از نظر خطر به امنیت مهاجران کدام منطقه را می‌شود بدتر از دیگر جاها نامید؟ من با تکیه به تحقیقات مرکزی سوا می توانم صحبت کنم که آمار حمله ها بر پایه نفرت نژادی را جمع آوری می کند. از روی گزارش سال 2024 آنها شهر مسکو از جهت حمله های بیشتر به مهاجران از همه خطرناک دانسته می شود. در جای دوم سنت پتربورگ است. 2 سال پیش سنت پتربورگ در جای اول بود. بعد این ولایت های مسکو، نووسیبیرسک، کاستروما منطقه کراسنودار قرار دارند. فقط گمان ما این است که حامیان حقوق به معلومات از منطقه های دیگر دسترسی ندارند. در آن منطقه ها اطلاع بیشتر بسته است و مقامات نشر خبرها را سخت نظارت می کنند. یعنی مشکل در همه منطقه ها هست ولی در دیگرها آنها بر علاوه به چشم می خورند. کارین مرکوری و خبرنگار تلویزیونی نسته شوریم صحبت میکرد که درباره افزایش بیگانه ستیزی در جامعه روسیه گزارش‌ها آماده میکند. بینندگان ارجمند برنامه امروزه به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خود شما هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید میتوانید درباره‌اش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر به ما معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه azadi.org و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.